اینها الیاس، اینهاش دیدمش. فوق‌العاده بود. چیزی ندارم بگم. بیشک این تجربه برای من یکی از بهترین تجربه‌های زندگیم تا اون لحظه بود. با تصور اینکه فقط داریم میریم یه پارک آبی رفتیم، ولی آخرش تبدیل شد به همون چیزی که من از بچگی فقط تو خواب و رویا می‌دیدم. فضاهایی که همیشه دوست داشتم واقعی باشن. اگه مثل من همیشه عشق دیدن جنگل‌های آمازون بودید یا رفتن تو دل فیلم‌های ایندیانا جونز، ولی ورزیدگی بدنی و از اون مهمتر بودجه محدودی برای رفتن به آمازون دارید، حتما بیاید اینجا. حتما شگفت زده میشین. این نقطه از کره زمین که میبینید محل برخورد همون شهاب سنگیه که میلیون‌ها سال پیش کار دایناسورای بیچاره رو تموم کرد. قرن‌ها بعد مایاها دیدن عجب جای خفنیه و اومدن توش معبد ساختن و تو دوران ما بشریت تصمیم گرفته که خب اینجا خوراک یه پارک تفریحیه. همونقدر که دایناسورا از دیدن شهاب سنگ وحشت زده شدن و مایاها بعد از ساختن معبدشون خوشحال، من از دیدن اینجا هیجان زده شدم. بهش میگن اشکارت. ببینید مایاها الکی نمیان این همه زحمت بکشن و معبد به این خفنی رو توی جای معمولی بسازن و این نکته خود گویاست که اینجا چقدر باحاله. اول بیایید سریع بهتون یه سری اطلاعات راجع به چجوری اومدن و بلیط و مسیر و اینا بدم، بعد میریم سراغ اصل ماجرا. بهتون قول میدم این مکان فراتر از انتظاراتتونه. اگه مثل ما از شهر کنکون با اتوبوس بیاید یه مسیر حدوداً 2 ساعته در پیش دارید که وقتی اینو دیدین بدونین که نزدیک شدین، چون پارکینگ اینجا عینهونه این مهد کودک ها پر از این اتوبوس رنگی است که شما رو میارن اینجا. اما ما متاسفانه با این خوشگلاش نیومدیم، ما با اتوبوس ایدیو اومدیم که قبلا توی این ویدیو براتون کامل گفتم چیان. این رنگی‌ها برای مرفهینیه که بلیتشون رو با ترانسفر خریدن. و اما بلیت، خب ما الان بلیطامون رو در واقع این دستبندا رو گرفتیم. بلیط‌ها رو از قبل آنلاین تهیه کرده بودیم. حتما بلیتتون رو آنلاین بخرین چون ارزون تره. 4 مدل بلیط داریم با مزایای مختلف که ما اینو گرفته بودیم. یادتون نره اپش هم دانلود کنید که به درد میخوره. اینجا حتما کارت شناسایی و تاییدیه میخواد و حتی با امضای روی پاسپورت هم مطابقت میدن. به خاطر همین یه نیم ساعتی فقط این صفحه اینجا طول کشید. الان ساعت حدود 10 با اینکه ما از کنکون ساعت 7:30 راه افتادیم به سمت ترمینال اتوبوس‌ها و اینا، انقدر طول کشید تا برسیم اینجا و الان داریم تازه میریم. ناهارم یک بار میتونیم هر جایی که خواستیم بخوریم از ساعت 12 تا 5:30 و یه دونه مین شو دارم که ساعت 7 شروع میشه. با تشکر از توجه شما. به محض رد شدن از گیت سمت چپمون فلامینگو بود و سمت راستمون هم توتی. چیزی نیست، طبیعیه، فقط منم که جک و جونور دیدم. پس از ورود از درب ورود و گذشتن از این توتیای گوگولی، این بنای باشکوه داریم که سوغاتی فروشیه، پر از عروسک و خرت و پرت و اینا که نمیدونم چرا وسطش جوجه بلدرچین کشی هم داشتن. آخه کی سوغاتی بلدرچین میبره؟ در مرکز همین ساختمان یه فود کورت گذاشتن که اگه همون نرسید گشنت شد بری سراغش. و اما اصل داستان، این پارک طراحی به خصوص داره. 6 تا مسیر داره که هر کدوم با یه رنگ مشخص میشن. هر رنگم سناریوی مخصوص به خودشو داره. خود پارک روشون یه اسمایی گذاشته، ولی من بنا به صلاح دید و طبق تجربه خودم نامهای کاملتر و گویاتری دارم. ویژگی مشترک همشون هر چی میره جلوتر جالبتر و جالبتر میشن.
از این نقطه مسیر سیاه با تم جنگل‌های انبوه شروع میشه. ولی اول باید این خنزر پنزرا رو بذاریم تو لاکر. حالا لاکر کجاست؟ لاکر اینجاست، این تهه. لاکر بخشی از مسیر جنگله. گذاشتنش این ته. فلزا ما باید اینو بریم تا ته، بعد برگردیم عقب، از اون دوراهی تا ته بریم، بعد برگردیم عقب، قرمز رو بریم، بعد آبی رو بریم. حله. ما داشتیم مسیریابی بی‌نقص منو اجرا می‌کردیم که در مسیر چیزی نظرمان را به خود جلب نمود. اونم که در خودشون وسط قدم میزنه. پروردگارا جانور. خیلی جالبتر شد وقتی فهمیدم اسمش هم یه چیزی تو مایه‌های کیوتیه. به هر روی ما موفق شدیم که برسیم به لاکر. توی منطقه 8 لاکر گرفتیم و داخلش از این جلگه‌های نجات بودن و شماره یک خیلی رودخونه هست که ما نرفتیم نمیدونیم چجوریه، ولی احتمالاً دوربین رو نمیتونیم ببریم چون همه دارن با مایو و جلوهای نجات میرن. ما وسایل رو گذاشتیم تو لاکر و سبکبال برگشتیم اول مسیر که ببینیم اصلا چی شد. ما وسایلمون رو گذاشتیم توی لاکرها و می‌خوایم بریم دوباره از اول اینجا رو عکس و فیلم بگیریم ببینم اون داره میره اون بالاییه. چی بالاییه؟ اونجاییه. زمین وقت نداره. باشه این الیاس نمیذاره. و این مکالمه تا شب 57 بار دیگه بین ما تکرار شد. به این میگن باغ وحش، باقی مانده نسل دایناسورا. حیات وحش گالاپاگوس خیلی خوشگله. از اینجا تا اینجا هرچی جنبنده بود و ثبت کردم تا بالاخره بعد از ریختن نصف موهای الیاس و گرفتن چند سلفی دوباره رسیدیم به این ته که اون معبد خفنا بود گفتم مایه ها ساخته بودن، اونا رو ببینیم. ما کجاییم؟ یه مایاک. اینو هیچکی اهمیت نمیده. این هیستوریکال سایت ها. بله، برای کسی که چیچنیتزا رو دیده قطعا این مایاک محسوب میشه. از کنار همون معبدا یکم که فاز اکتشاف جنگل برداری و پیچ و پیچ بری میرسی به این مهد کودک که میتونی کودکان رو اینجا با تیب خاطر رها کنی. سورسای آبی هم داره. خب اینجا یه قسمت از پارکه که بهش میگن دنیای بچه‌ها. خودش یه پارک کوچولوئه. اونور که الیاس داره میره باز یه راه مخفیه. الان من میرم. این چه پرنده‌ای بود؟ اگه ببینیم این چه پرنده‌ای بود. اینجا رو ببین. وای بچه‌های فامیل جاتون خالی. بعد از 5 بار عقب جلو رفتن این تیکه مسیر جنگل بالاخره نوبت رسید به اون تیکه مسیر جنگل و به لحاظ کیفیت شگفتی ها تا اینجاش مهد کودک بود. الان میرسیم به دبستان. آخرش تحصیلات تکمیلیه. اولین چیزی که اینجا دیدیم این بود. این میمون عنکبوتیه که فقط تو همین نقطه کره زمین پیدا میشه. میمون فقط یه دونه میمون. یکم میای جلوتر گوزن داره و فلامینگو و از اینا. او را تپیر نام است. حال نداره خوابیده. اینو میبینید؟ کو؟ اینجاست. اینجا لاگونه. اینم ماناتیه. گاو دریایی. چقدر بزرگه این. دوریه به خدا. دوری بزرگه. 2 تا سمین. اومد. واو. ریختم براشون. من تا حالا یه همچین چیزی ندیده بودم. ولی که اونها تو آب پر دوری بزرگه. بعد این چیه؟ اومد بیرون الیاس بگیرش دماغشو. اینجا فکر کنم اینا منتظرن که برن اون پایین با سفره ماهی شنا کنن. ما هم وایسادیم داریم عکس میگیریم. و اما گونه جانوری بعدی خفاشه خوابیده و الیاس رو داریم که تا مچ با کفش رفته تو آب تا از خفاشا عکس 3x4 بگیره. این همون پتوس خونگیه که تبدیل میشه به این عبا تو محیط طبیعی رشد میکنه. آخر مسیر جنگل دوستانی که به داخل رودخونه رفته بودن دیگه باید می اومدن بیرون. خب ما کجا داریم میریم؟ و در نهایت آخرین فعالیت این مسیر رو داریم که میتونی پاهاتو بکنی تو این تشتا که ماهی‌ها برات پاهاتو تراپی کنن. ایوا این که منم.
طبیعتاً وقتی میرسی به این نقطه مسیر بعدی باید چه رنگی باشه؟ اینجا ساحل هیجان انگیزه. البته با باد فراوان. ما اینجا رو به روی خلیج مکزیک وایسادیم. بابا دیدیم چه چیزی زد؟ چه بادی میاد. الیاس در حال تلاش برای تعطیلات هوایی. خیلی هوای خوبیه. مخصوص همین کاره. اصلا خیلی حال میده. هی میخواستم زیر درخت نارگیل تعطیله. بالا یه سری حیات یافت شده. اونو نگاه کنه از این کت‌های مکزیکی. اینم تهش. تموم شد، کلا ساحله. دستبندامونو خط زدن. خب همینجا وایسین تا همکاراش بیان چیز همکاراش دیگه کجا بریم. ذوقو ببین. Thank you so much. پس از چرخی کوتاه در محیط خود را به درستی در بهشت برین یافتیم. من تا حالا بوفه سلف سرویس به این کاملی تو عمرم نیومده بودم، به این کاملی و خوشگلی. چقدر این تند بود این اوکادوه. بعد از دریافت 3500 کالری در یک نشست بالاخره آروم گرفتیم. نفت رو بزن صفا کن. پس از صرف غذا و غوطه‌ور شدن در آرامش موسیقی، صدای بارون، الطاف طبیعت و البته شکم سیر، جو مرا گرفت. تو واقعا خالیه. خیلی خالی. ما جای خوب زیاد دیدیم. ولی خب اینجا استثنائیه. تازه اینجا هنوز مسیر سفید رو ندیده بودم. و همینطور که اون وسط داشتم گریه و مویه می کردم، چشمم خورد به یک جانور جدید. اونو! خب ما متاسفانه باید این بهشت رو ترک بگوییم. خدا به دادمون برسه، چون میخوایم این دوربین رو ببریم زیر این بارون. ای مادر طبیعت! خور مادر دوربین ما رو ول کن. دوان دوان به سمت لاکر رفتیم تا چتر برداریم. پیر اومد بیرون. تپیر داره شنا میکنه. تپیر با آب حال میکنه. تپیر نرو، من برات اومدم اینجا میری. چه تپیریه. ما چتر برداشتیم چون داره بارون میاد. من عاشق درخت و بارون و اینجور چیزا. چه بارونی شد. اینا تو بارون داره آب ازشون میچکی. این قسمت مسیر پیچ در پیچ آبی در مورد جانوران آبی.
رسیدیم به خط سبز. خط سبز فعالیت‌های دریاییه. چه باحاله اینجا، چقدر پارک آبی داره کوچولو کوچولو. آره اینجا اسنورکلینگ هست. اینجا ساحل شله، مخصوص افرادی که میتونن 1 دقیقه نشیمنگاهشون رو به زمین بسپارن و در آرامش استراحت کنن. اینم اونورش. هیچی، همه که میبینیم. اینجا دوراهی شد. قشنگ چه باحال، دوراهی زندگی. دوراهی زندگی. ما باید به سمت 8 بریم یا 23؟ فکر کنم بریم اونور. مستقیم؟ به سمت مطمئنی؟ آره. الیاس این هم جایی که بار اول از توش در اومدیم فکر کنم. این آخر خط سبزه. بعد از 3 بار گم شدن تو مسیر سبز و سیاه بالاخره راهمون رو پیدا کردیم و رسیدیم اینجا. فکر کنم دیگه همتون تا الان فهمیدین که این مسیر مورد علاقه منه. به مسیر سفید خوش اومدین. چقدر خوشگله الیاس اینجا. واو. اینجا چی درست می‌کنن؟ نون. صورت مکزیکیه رو؟ صورت مکزیکی سیاه. ما مسیر سفید رو با نون شروع کردیم، ولی اولین شگفتی که دیدیم قبرستون بود. واو رسیدیم به این دنیای زیرین و دنیای روئین. واو. این قبرستونه، ولی نه یه قبرستون عادی. رسما خوشگل ترین قبرستونیه که با اختلاف تو عمرم دیدم. بی خود اسمشو نذاشتن، پلی به بهشت. ما پایین رو دیدیم، حالا داریم میریم بالا رو ببینیم. یا الکیه. نه قبرستونه واقعا. آره 1986 رو اینجا مرده. خوشگله ترین قبر در این دوتا رو نگاه کن. من احساس میکنم دارم خواب میبینم. یعنی انقدر اینجا عجیب غریب و در این حال قشنگه. هوا گرمه ها. مامان نگی چرا بارو، خیلی هوا گرمه. برو بریم. ما هنوز ادامه داره. اون چیه؟ میره در ورودی فکر خب کنم. پس بریم. من دوباره فکر کردم و اینگونه بود که ما جاذبه شماره 54 رو از دست دادیم. اینجا دهکده مایه هاست که تو روزای غیر بارونی مراسم و نمایش هم دارن و به دلیل از دست رفتن فیلمای دوربین با کیفیت الیاس تصاویر همینیه که هست، ولی خیلی جای خوشگلی بود. واو. و مقصد بعدی ما اینجاست. بالاخره ما تونستیم یه دقیقه میتونیم از خودمون عکس فیلم بگیریم. این درخت‌ها رو واو. این همون درختیه که فکر کنم از بالا نگاه می‌کردی و یه جای چیزی بود. مقبره اسکلت. اون اسکلته. تقریبا حس ایندیانا جونز رو. واو. یعنی هر چی تو عمرم دیدم توی فیلم‌ها و کارتون‌ها و واو اینجا چه بزرگه. بعد از در اومدن از غار چی میچسبه؟
درست حد زدین، کلیسا. ولی نه یه کلیسای عادی. این کلیسا نصفش تو زمینه و نصفش تو آسمون. من بعد از این سفر مکزیک یه چیزی دارم که باهاش خوابامو برای آدمو توضیح بدم. واقعا ای گذاشت من یه دقیقه در آرامش شگفت زده بشم. خب ولش کن، بریم اون ور رو ببینیم. واو، اینجا پر حفره های عجیب غریبه. اینی که دیدین سرداب کلیسا بود. کنون نوبت بالای کلیساست. Con la escalera, ¿no? La salida de la escalera a la derecha. اینجا کلیساست به سبک مایایی مکزیکی. چقدر زیباست. ما از کلیسا که بلندترین نقطه پارک بود مسیرمون رو به سمت پایین ادامه دادیم. به نظرتون بالاتر از کلیسا چی میتونه باشه؟ خود بهشت. ما توی یکی از زیباترین باغ‌های پرندگانی هستی که تا حالا تو عمرم دیدم. آبشار که داره، رودخونه داره، گل معلق، طبیعت و این درختایی که اصلا این حیوانه چیه؟ این اردکه ولی رو ارتفاع 100 متری نشسته. چطور ممکن؟ همین یک عدد نهر عسل این کنار میزدن دیگه کار رو در می آورد. دستم دراز کنم گرفتمش. اینو نگاه کن. اوه اینو ندیدم. پرنده آبیاره همینجوری پرنده میره توی شنگای دیوار. پرنده های رنگی خوشگل. نارو بعد از خروج از بهشت ما به سمت پلازای شیشه‌ای به راه کج منحرف شدیم. یه بخواه بایستا واو بچه بالاخره به زیر سقف رسیدیم و تونستیم یه دقیقه. آیا میدانستید که ساخت پنجره شیشه رنگی این پلازا 5 سال زمان برده و بیش از 100,000 قطعه شیشه در مساحتی حدود 80 متر استفاده شده است؟ واو اینجا رو نگاه کن. اگر فکر کردین یک لحظه سورپرایز نمیشه. برخی از عابران رودخانه زیرزمینی عبور از زیر این شیشه‌های باشکوه را به عنوان یکی از بهترین لحظات بازدید خود ذکر کردند. اینجا پاویون پروانه هاست، ولی ما به دلیل بارون تنها چیزی که دیدیم همین گیاه بود. بیا یه پروانه دست راست تو درخت. بالاخره یه دونه دیدیم. اوه باتری اینم تموم. درسته پروانه ها را ندیدیم، ولی مگه میشه مسیر سفیدی حسن ختام باحال نداشته باشه؟ ما اومدیم رسیدیم به منطقه جگوار. متاسفانه چون بارونه خب طبیعتا ما جگوار رو نمیبینیم. قرار بود اون وسط جگوار باشه. شاید هم دیدیمش یه جورایی. بفهم اون ور الیاس، همه دارن به اون ور اشاره میکنن. اینها الیاس، اینهاش دیدمش. اینش کی؟ ای جانم بچه جگوار نازی. وقتی خیالمون راحت شد که بچه جگوارم دیدیم بدو کردیم به سمت این ور، چون اگه یادتون باشه 24 دقیقه قبل گفتم و ما یه مسیر قهوه‌ای داشتیم که ببینیم و یه نمایش که ساعت 7 شروع می‌شد.
بالاخره ساعت 6 عصر. از ساعتش هم داریم بدو میکنی؟ ساعت 10 صبح. 10 صبح. این اولین چیزی بود که تو مسیر قهوه‌ای دیدیم. حدس بزنید این بنای زرد دقیقاً چیه؟ این چیه؟ اوه کلیسایه. نه دقیقاً. اینجا یه غار کلیساه. بله درست شنیدین. ترکیب غار و کلیسا. من در اولین غار کلیسای عمرم هستم. فقط میتونم غار و درخت و با کلیسا ادغام کنن و چیز به این خفنی رو در میارن. این آدم ها رو ندیده بودم. آره از پشت سر من دیدمشون. اینا چیزی نگاه آدم واقعی هن؟ آره اینا هم فکر کنم مشاهیر مکزیکی هن. هر قسمت این پارک واقعا یه سورپرایز داره. مثلا اینجا فقط یه کلیسای، یه غار کلیسای ساده نیست. برو بریم برای بعدی که میشه موزه هنرهای مردمی. یه موزه پر از ظرف و ظروف و مجسمه و وسایل خونه و نمیدونم چی و عروسکای محلی یه کمی ترسناک. یا جاده ساده یا قمر بنی هاشم. و در نهایت یه فروشگاه کوچولو برای خریدن یادگاری. یادگاری ما عکس با شیطان رجیم. اسبک چه اسبای خوشگلیه. اسباش چقدر خوشگل. سرتو بیار بالا یه دقیقه. مرسی. بیا بالا. بالا میاره. و بالاخره نزدیکای ساعت 7 نوبت رسید به نمایش بزرگ. خب ما نمیدونستیم که این نمایش چقدر بزرگه، ولی هرچی نزدیکتر میشدیم صدای موسیقی توی فضا هی بیشتر و بیشتر میشد. مثل همه چیزای دیگه این پارک، این سالن هم خیلی حال و هوای باحالی داشت و چی قشنگترش میکرد؟ ستونای خیلی باشکوه بلند با پس زمینه درختای انبوه و آبشار. یه آبشار عظیم اینجا داره. این ورم الیاس. فوق‌العاده کار. من واقعا نمی‌دونستم داشتم که قراره با این مواردی داشته باشم. فردا با چهره داریم می‌ریم مثلا یک پارک آبی داریم، ولی یک مجموعه بود یه جایی تو دل جنگل از باغ بخش، پارک آبی، موزه. ببین به افتخار مجموعه و من هنوز پیکر به معماری و زیبایی و طراحی اینجا که واقعا مثالش رو من ندیده بودم تا حالا تو عمرم. We hope you enjoy our performance session in México Espectacular. این نمایش یه اجرای 2 ساعته فوق‌العاده است که بیش از 300 تا هنرمند با رقص، موسیقی، لباسای رنگارنگ و خوشگل میبرند به یه سفر 500 ساله از دوران مایاها و آیین‌هاشون شروع میکنن تا داستان ورود اسپانیایی‌ها و استعمار، بعدش انقلاب مکزیک و دوران مدرن. بعد از قسمت تاریخی هم نوبت رقص‌ها و موسیقی‌های فولکلور از تمام مناطق مختلف مکزیکه. همچنین رقص معروف دانسا د لوس ولادورس که در سال 2009 به فهرست میراث فرهنگی یونسکو اضافه شده.
و آخرش هم نمایش با یه آهنگ خیلی معروف به نام مهیکو ان لا پیل تموم میشه. کوچی آزاد کردم. ما بلند شدیم سریع که بریم به اتوبوسمون برسیم. فوق‌العاده بود، چیزی ندارم بگم. خب اینجا دیگه بازی دوربین ما هم تموم شده. ما هم بدو تمام مسیر رو برگشتیم، چون اگه به اتوبوس نمیرسیدیم شب و بعد تو جنگل میخوابیدیم. دست در نکنه چتر اگه نمیگرفتی هم خودم رسیده بودم هم تا حالا چنین قبرستون ندیدم که قبرستون داره بالا و زیرش مثلا معبد بالاش قبرستون من خدا فکر کرد داریم از روبرو میگیم. چقدر جالبن، چقدر نزدیکن.